سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. به امید خدا 7مین برنامه میت رو در سال جدید آغاز میکنیم. تخصصاً روی کشور ترکیه امروز کار خواهیم کرد. یکی از پیشکسوتان حوزه آموزش و کوچینگ در ایران. شما بیزینس دارید، یعنی کارتون حل مسائله، بهش معنا بدید. این کاری که من میکنم، این محصولی که من ایجاد میکنم چه مشکل یا مشکلاتی از مردم حل میکنه.